ما کجاییم؟ اینجا رو بهش میگن آگوا دولچه. آگوا دولچه یه ذره سخته. دولچه هم میگن، دولچه هم مثل این که میگن. ریدمشن رنچ. اما کجاست؟ ما تو کالیفرنیا هستیم. یک منطقه بی‌نظیر بکر کوهستانی فوق‌العاده زیبا که یک انسان خارق‌العاده آمده اینجا، یک مقدار تو این طبیعت دست برده، اما هیچ چیز از بکری طبیعت کم نکرده. چرا؟ چون در این منطقه با یک تعداد اسب زندگی میکنه. آدمایی میان اینجا که طبیعت رو دوست دارن، آدمهایی که حیوانات رو دوست دارن، آدمهایی که به صورت خاص اسب‌ها رو دوست دارن و دوست دارن باشون ارتباط بگیرن و یا سوارکاری یاد بگیرن به صورت حرفه‌ای. این دوست نازنینی که در خدمتشون هستم الان و میخوام باشون یه گفتگوی فوق‌العاده جذاب داشته باشم و یه خبر فوق‌العاده هم در انتهای گفتگو بهتون بدم، کسی نیستن جز جناب آقای شاپور دانشمند. درود. درود بر شما. ممنون و متشکرم. مرسی، خیلی خوش آمدین به این رنج. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همیشه میزبان ما هستین. شاپور جان، اینجا خیلی فوق‌العاده است. من میخوام بدونم اصلا ایده اینجا از کجا شکل گرفت؟ این ایدهش از 7 سالگی شکل گرفت. اولین باری که من سوار اسب شدم فهمیدم که سرنوشت من به این اسب وصله. از 7 سالگی؟ از 7 سالگی. و از اون اولین باری که سوار اسب شدم تا امروز هیچ وقت این رابطه من با اسب قطع نشده. مهم نیست کجا بودم، ایران که بودم، بعد که اومدم انگلستان، بعد رفتم تایلند، بعد اومدم کانادا، بعد اومدم آمریکا، همین چرخشی که همیشه هر جا بودم این کانکشن به هم وصل بوده. ولی نه به صورت حرفه‌ای، یعنی به عنوان کار. خب موقعی که ایران بودم من از 13 سالگی تا 19 سالگی اول در فدراسیون چوگان و بعد در کانون سوارکاران من سواری میکردم. من شاگرد آقای علی رضایی بودم. چندین مسابقه پرش تو ایران قبل از اینکه از ایران بیام بیرون دادم. خب ایران خیلی درگیر بودم. خب بیرون که اومدم دیگه اون شرایط نبود، ولی به طور متناوب هر جا که موقعیتش پیش می آمد من یه جایی بالاخره با اسب درگیر بودم، تا اینکه بالاخره یه جایی رسیدم که دیگه از کار قبلیم که کار فیلمسازی بود دیگه بیزار شدم و تصمیم گرفتم که از این رابطه های کاری و که مجبوری با هر کسی که هست دیگه بسازی و اینا بکشم کنار، دوری کنم و برم یه جایی که مجبور نباشم دیگه اونایی رو که نمیخوام وارد زندگیم بکنم. من میخوام اینجا یه استاپ کنیم. شغل اصلی شما من میدونم، ولی دوست دارم که مخاطبینمون هم بدونن در ایران چه بوده. من که ایران که خب من کار نمیکردم. من ایران 19 سالگی از ایران اومدم بیرون و اومدم انگلستان رشته سینما خوندم و بعد همطور در برگشتم ایران یه ذره تو ایران کار کردم، فیلم خیلی کم. بعد اومدم بیرون تایلند کار کردم مدت‌ها، یه ذره کانادا کار کردم و خیلی بیشترش در آمریکا. مجموعی از فیلم سینمایی، فیلم مستند، برنامه‌های تلویزیونی که خودم اجرا کنندش بودم و کارهای فنی برای تلویزیون، تأسیس تلویزیون ها، یعنی کارهای فنی شد. یعنی به صورت خاص پروداکشن بود. بله. خب بعد چه سالی اومدین به آمریکا؟ من 1985. 1985. خب 1985 اومدین امریکا، ولی هنوز کارتون ربطی به اسب نداشت. نه، هیچ وقت من کار با اسب به عنوان حرفه هیچ وقت نداشتم. هر اسب همیشه هابی بوده، منتها همیشه بوده. یعنی من هیچ وقت گفتم هر جا که بودم، در هر شرایطی بودم، جایی پیدا میکردم که برم سراغ اسب. خب از چه زمانی جدی شد؟ من 2016 سیستم زندگیم کاملا عوض شد. اومدم و تصمیم گرفتم که از اینجا به بعد میخوام زندگی خودم رو بکنم. یعنی چه زندگی اینو میکرد؟ خب بالاخره ازدواج میکنی، نمیدونم خانواده خانومتو داری، خانواده خودتو داشتی، همش زندگی رو میکردی اون شکلی که بقیه برات تعیین میکنن. تو در واقع تأمین کننده خواسته های دیگران بودی. 2016 تصمیم گرفتم که خب بس دیگه، از اینجا به بعد میخوام زندگی خودم بکنم. زندگی خودم هم خیلی ساده بود. من از 7 سالگی میدونستم زندگی من، شکل زندگی من چیه، اینه. در نتیجه از 2016 شروع کردم به دویدن برای اینکه به اینجا برسم. خوشبختانه همه چی جور شد و 2018 من وارد این محل شدم که البته جانکیارد بود، پر از ماشینای خراب، آشغال، یعنی هیچ کدوم این تأسیساتی که الان هست نبوده. چی نبود اینجا و من اینجا رو از صفر بازسازی کردم، خورد آروم و اینا. و بعد اولین اسب خریدم 2020
و بعد پشتش دیگه 2 اسب پشت سر همو که الان دیگه اینجا الان 5 تا اسب هست که از این 5 تا اسب 3 تاش اسب خودم، 2 تاش هم اسب شاگردمه. اون نصفه اسب حساب خودم، اون اومده از کوچیله هم اسب خودمه. پونی. بله. چقدر اون قشنگ و زیباست. خب بعد اینجا رو آماده کردید، اسباتون هی اضافه شدن، تعدادشون بیشتر شدن. کاری که اینجا انجام میدین صرفاً آموزشه؟ اینجا 2 تا کار انجام میدم، یکی آموزش سوارکاره، یکی هم تربیت اسبه. چون خیلی کسا هستن که اسبایی دارن که اسباشون خیلی مثلا اذیتشون میکنه، زمینشون میزنه. ترین میکنین اسبا رو؟ بعضی هم هستن که اسبای وحشی از دولت اداپت میکنن، اونایی که تو بیابون هستن، و بعد من اون اسبای وحشی رو هم ترین میکنم. چقدر جالب، مثلا نمیدونستم چنین امکانی وجود داره. یعنی اسبای وحشی رو بله. مستقیما از دولت میگیرن یا دولت میره اسبا رو از توی بیابونا جمع میکنه که تعدادشون زیاد نشن، بعد اینا رو $125 شما میتونی بری اداپت کنی. خب منتها این اسبا خب اسبایی هستن که خب وحشی ان دیگه، یعنی حتی نزدیک انسان نمیتونن بشن و خیلی خطرناکه. خیلی هم دوست دارن که اداپت کنن ولی چون تربیتشون سخته نمیکنن. وقت بعد حالا من یه شرایطی به وجود دارن که اونایی که خیلی علاقه‌مندن که اسبای وحشی داشته باشن میگیرن، من ترین میکنم و تحویلشون میدم. چقدر طول میکشه یه اسب خیلی وحشی ترین بشه؟ معمولا من یه دونه اسب خودم مخصوصا آوردم به عنوان نمونه که میخواستم در اولین فرصت اینو انجام بدم، یعنی برای خودم ددلاین گذاشته بودم در 23 روز اسب رو من آماده کردم برای برم رو کوه و کمند و این. فکر می‌کنم آدمیزاد در 23 روز ترین نمیشه. نه انسان‌ها هرگز نمیشن تا آخر عمرشون. ولی من خب خیلی رو دارم بهتون معرفی کنم که اگه بتونین 23 روز نه تو 43 من روز ترین اتفاقا کنین. ترجیح میدم با اسبا کار کنم. من کاملا به شما حق میدم. خلاصه این از اینو. بعدش هم که خب سوارکارم ترین میکنم، چون خودم سالهای زیادی شاگرد بودم، شاگردای خیلی زیادی رو من تعلیم دادم. یه سری تجربیاتی از تمام دوران عمرم اومده که خیلی کمک میکنه که سوارکار رو با یک سیستم خیلی حساب شده، خیلی امن، بر اساس تجربیاتی که دارم تربیت کنم. تا حالا که خوشبختانه نتیجهش خیلی مثبت بوده، همه سیف بودن، همه خیلی در زمان خیلی کوتاه یاد میگیرن. چون من دوست ندارم اینو خیلی تعلیمات اسب رو برای آدم‌ها طولش بدم، سنگین و طولانی کنید. من یه پود کمپ دارم که در عرض یه هفته یه نفر از 0 میبرم تا 100. اتفاقا الان سوال بعدیم بود، میخواستم بگم یه آدم 0 بیاد پیش شما که هرگز حتی اسبو از نزدیک ندیده، یه هفته کردم این کارو، فیلمش هم هست که من یکی سری بردم که هیچ وقت در عمرش سوار اسب نشده. روز هفتم روی کوه بودیم و در واقع تاخت و تاز کردیم. البته بستگی به آدم ها داره، نه اینکه همه میتونن 7 روزه، ولی اگر واقعا یه نفر واقعا ددیکیتد باشه، واقعا علاقمند باشه و بیاد 7 روز روزی 2 جلسه کار بکنه، امکانش خیلی کمه که به نتیجه نرسه. خیلی کمه. 7 روز روزی 2 بار. بله. همین کافیه برای روزی 2 جلسه. بعد هر جلسه معمولا مثلا 1 ساعت. بستگی داره، بستگی به توانایی اون آدم داره، میدونی؟ به طور متوسط میخوام بین بدونم 1 تا 2 ساعت. بین 1 تا 2 ساعت بازم خیلی، یعنی مثلا بین 10 تا 14 ساعت یه آدم میتونه ترین بشه برای اینکه اسب سواری کنه. این خیلی جذابه. خب من یه سوالی بپرسم همین رو. ممکنه الان کسایی که تو کالیفرنیا یا اطراف ما زندگی میکنن اصلا براشون سوال باشه که چطور با شما ارتباط بگیرن، بخوان که بیان اینجا و بخوان از این امکانات استفاده کنن یا آموزش ببینن. من فکر میکنم که توی اینستاگرام یا توی فیسبوک گوگل کنن شاپور دانشمند، فکر کنم اونجا بتونن پیدا کنن که بتونن بعد حالا براتون زیرنویس هم میکنیم پیج اینستاگرام آقای دانشمند رو، یا خودتون شاپور دانشمند رو به زبان خوش سرچ بفرمایید و پیدا کنید، یا همین که براتون زیرنویس هم میکنیم. سعی میکنم کپشن هم براتون بذارم که بدونید دقیقاً پلای ارتباطیتون چگونه میتونه باشه. ولی فکر میکنم واقعا همون که شما گفتین امروز این فیسبوک هم هستید یا فقط فیسبوک هم هستم، اینستاگرام هم هستم؟ چون من خودم تو فیسبوک هم چند ساله دارمتون. واقعا دارم میگم، واقعا حتی برای 1 روز گذروندن در اینجا که به زودی قرار ما یه تورهای اینجا بذاریم، تورهای 1 روزه که بیاین اینجا 1 روز کامل از این فضای طبیعی زیبا حتی برای مدیتیشن استفاده بکنید. میتونین پاتلاک کنین، غذای خودتون رو با خودتون بیارین. یه تایمی در خدمت استاد عزیزمون هستیم برای اینکه بتونید سوار اسب بشید. یه کارهای مقدماتی در واقع سوار شدن و راه رفتن و مثلا کنترل کردن و همون کاری که یه بار من انجام دادم تا 1 ماه پاهام درد میکرد.
اون کارا رو انجام بدین و در هر صورت خیلی برنامه‌های جالبی اینجا میشه گذاشت. بعد شب آتیش روشن کنیم و دوره هم بشینیم و خلاصه یه روز فوق‌العاده رو بگذرونیم. من توصیه میکنم واقعا اگر امکانش رو دارید که بیاید و این فضا رو ببینید، اینو از دست ندید. الان این منو گاز نمیگیره؟ نه نمیگیره، به نظر نمیاد، فقط داره موهامو بو میکنه. ولی اگه یه لحظه دیدید من کله‌ای ندارم، بدونید که گاز گرفت رفت. سلام علیکم. نه خیلی ببینید من الان یعنی نفسش هم حس میکنم و لیسم داره میزنه دیگه. من نمیدونم و نه اشکالی نداره. ما با هم کنار میایم نیازی به خشونت نیست.